درود به همه عزیزان. امیدوارم حال دلتون خوب باشه هر کجای دنیا که هستین. من امروز اومدم یک خبر بدم بهتون. حالا نمیخوام بگم خبر بدیه، چون خب با وجود تورم همه چی افزایش قیمت داره. این بیزینس ما هم که برای شروعش سرمایه گذاری نیاز هستش. برای کسایی که ساکن امریکا هستن از اول جون افزایش قیمت خواهد داشت. خواستم به عزیزانی که با من در تماس هستند، از امریکا هستند و مردد هستند که بیزنسشون رو شروع کنن یا نه، این اطلاع رسانی رو براشون بکنم که اگر قصد دارین که این بیزنس رو آغاز بکنین تا اول جون حتما این کار رو انجام بدین، چون از اول جون به بعد 25% افزایش قیمت در سرمایه گذاری اولیه خواهد بود. تمام کشورها قبلا افزایش قیمت داشتن، امریکا این کار انجام نداده بود و الان تصمیم گرفته که از ماه آینده این کار انجام بده. البته اینم بگم این افزایش قیمت به نفع ماست، یعنی هر چقدر سرمایه گذاری اولیه افزایش پیدا بکنه مقدار کسب درآمد ما هم بیشتر میشه. ولی ما به فکر خودمون نیستیم، به فکر شما عزیزان هستیم که اگر میخواین بیزینسی رو آغاز بکنین شما هم با حداقل میزان شروع بکنین و روی غلطک بیفتین مثل ماها. به خاطر همین گفتم این اطلاع رسانی رو براتون انجام بدم که شما بتونین آگاهانه تصمیم بگیرین و این بیزنس رو استارت بزنین. موفق باشین.